مردی رو که توی تصویر می‌بینید روس‌ها تشنه کشتنش بودن، اما اون با روس‌ها چه کار کرده بود و چرا این اتفاق روی صورتش افتاده؟ سیمو هایها، مرگ سفید، لقبی از که ارتش شوروی بهش داده بود. تک‌تیرانداز فنلاندی، از اون به عنوان بزرگترین تک‌تیرانداز فنلاند یاد میشه. مجهز به تفنگ موسین ناگانت مدل 28 بدون دوربین، به همراه یه مسلسل ساموئی M31. اون اعتقاد داشت دوربین داشتن روی اسلحه با منعکس کردن نور باعث پیدا شدن موقعیتش میشد و در نهایت طعمه راحتی برای تک‌تیراندازای دشمن میشد. در جریان جنگ زمستانی که در سالهای 1939 تا 1940 بین فنلاند و شوروی در گرفت، در دمای 20 تا 40 درجه زیر صفر با گذاشتن برف توی دهانش جهت از بین بردن بخار تنفسش و جهت لو نرفتن محل مخفی شدنش، به تنهایی 505 نفر از سربازای ارتش سرخ شوروی رو کشت. این آمار کشتار رو ظرف 100 روز قبل از مجروح شدنش، یعنی به طور میانگین 5 نفر در روز رو به دست آورد. روس‌ها که از دست اون به تنگ اومده بودن، بارها تلاش کردن با روش‌های گوناگونی از قبیل آتش توپخونه اون رو بکشن. در 6 مارس 1940 سیموئه به دلیل اصابت یک گلوله انفجاری از فاصله نزدیکی که وارد فک و صورت اون شده بود به شدت زخمی شد. اصابتی که میتونست به مرگش ختم بشه، اما به کمک سربازهای هم قطارش به پشت جبهه خودی برده شد. اون در یک مصاحبه در سال 1998 در مورد عامل موفقیت یک تک‌تیرانداز فقط یک کلمه جواب داد: تمرین. در طول 98 روز حکمفرمایی وحشتناک سیموئه هایها بر میدانهای نبرد هیچ کس اونو ندید و صداشو نشنید، ولی اون هر روز با شلیک‌های مرگبار خودش سربازهای روسی رو از پای در می آورد، به طوری که در طول یک روز بیش از 25 سرباز روسی رو از دور مورد هدف قرار داد و سرانجام در آوریل سال 2002 میلادی در 96 سالگی در دهکده زادگاه خودش به مرگ طبیعی درگذشت.